این نوبت هم میخوایم بپردازیم به موضوع تکلیف منتظران. در واقع منتظری که میدونه قراره که چه هدیه‌ای بهش بدن و چه جایزه‌ای در انتظارش هست، خب حالا تمرکزش رو میذاره روی ادای تکالیف و وظایفش. حالا اون وظایف و تکالیف چیا هستن؟ آقا سلام عرض کردیم، خیلی خوش آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای قوامی و همه بیننده ها و عوامل برنامه‌تون. انشاءالله که بتونیم با بیان اینجور مطالب خودمون عامل به این دستورات و برنامه ها باشیم انشاءالله. الهی آمین انشاءالله. دست شما درد نکنه. یه چیزی که توی هیئت‌ها ما بچگی با ما رو برد توی هیئت‌ها با چیزای خوبی آشنا شدیم. یکیش این بود که حسینیا، امام حسینیا سینه زنا گریه کنه، همه آرزوشون اینه، یعنی میگن آقا ما اگه مردیم اون دنیا، حالا ما نمیدونم بهشت و نمیدونم حالا حوری و فلان، اینا هیچی نخواستیم، چیزایی که برای مؤمنین در نظر گرفته شده تو قرآن آیات و روایت آمد. ما رو فقط ببرید پیش امام حسین، ما تو خیمه امام حسین باشیم، ما هم کلام و هم صحبت امام، بهشت ما امام حسین، هیچ چی دیگه نمیخوایم، فقط امام حسین. این پاداش که شما هفته قبل فرمودید که اما اولیش هم بود که خیلی دل منو برد و دل بچه هیئتی‌ها رو که تو خیمه امام بودن رو نصیبش میکنن. این خیلی دلنشین و دلچسبه. حالا ما چی کار بکنیم و چه وظایفی رو باید انجام بدیم که این مهم، این چیزی که آرزومونه، حالا توی این هیئت‌ها مساجد میگم از بچگی بزرگ شدیم و خیلی دلچسبه برامون این اتفاق بیفته. الان با چه امید آرزو از همه جای دنیا عاشقای امام حسین خوش میرسونن کربلا، برن تو بغل امام حسین، اینا دوست دارن اون دنیا اتفاق براشون بیفته. تبیینش باشم. من قبل از اینکه به سوال حضرت عالی اشاره کنم، پیشنهاد میدم به بیننده های فریختتون که کتابی هست به نام مکیال المکارم مال مرحوم آیت الله موسوی اصفهانی که البته بیشتر بحث آثار و فواید دعا رو داره مطرح میکنه. اون جلد دوم ترجمه فارسیش 80 وظیفه برای شیعه میاد مطرح میکنه. منتها اینا خب طبیعی هر که بر اساس ذوق و ذائقه‌اش میتونه دسته‌بندی کنه، وظایف متعدد، فردی، اجتماعی، نمیدونم اقتصادی، سیاسی. ولی بعضی از استان‌ها وقتی که من میرم از من میپرسن آقا ما بین محفل خانوادگی خودمون مکیال خانی داریم. یعنی مرور میکنن مثلا دعاهایی که منسوب به امام زمان هم نگاه بکنید، خود دعاها مرور کردن تکالیفه. بله. یعنی خود این اذکار چه زیات آل یاسین گرفته، دعای عهد گرفته، دعای ندبه گرفته، این دعایی که منسوب به امام زمان علیه السلام هست همش به نوعی تکالیف انسان رو داره هی مرور میکنه. بله. لذا پیشنهاد میدم اون کتاب مکیال المکارم رو در کنار کتاب‌های اصلی خودمون که قرآن هست، مفاتیح هست، نمیدونم صحیفه سجادی هست، نهج البلاغه هست، اینو دنبال بکنیم. یعنی ما به عنوان یک انسان منتظر واقعا یک منشوری داریم و تو اون منشور وظایف همه ما نوشته شده، این بشه سند ما در ارائه برنامه‌های خودمون اینجا دنبال بکنیم. لذا خیلی به انسان کمک میکنه و تلنگرهایی برای انسان داره که وظایفش رو بتونه دنبال بکنه. این مهماندار بزرگوار تو هواپیما که هست، شما 10 بار در روزم مسیر رو برید و بیاید، این یه تکلیفش اینه که میگه این کارو بکنید، این کارو بکنید، کمربند اینطور بکنید، مثلا نمیدونم ماسکتون رو اینطور ببندید. شاید طرف هر دفعه بره بیاد براش عادی باشه. چرا اینها رو میگه؟ میگه تکلیف و برنامه‌های بنده اینه که به شما تذکر بدم که هوشیار باشید، هشدارتون نسبت به این قضیه جدی است. لذا مرور خیلی از اینجور مسائل نشون دهنده یه تکلیف ماست. به بقیه چه اشکالی داره انسان بتونه اینها رو تکرار کنه و اینها رو بگه. و مهم بودن اون موضوع تذکر. بله. اصلا بعضی موقع خیلی از اتفاقات میفته انسان دچار غفلت میشه چون تکالیف خودش رو مرور نمیکنه. الان تو جامعه ببینید مثلا میگم نسبت به قوانین راهنمایی رانندگی، بنده و یا خیلی از افراد دیگه میبینید تو هر صنفی باشه قانونگریزی ناخواسته انجام میده، ولی هر دفعه اگه این قوانین مرور بشه برای فرد، تذکر داده بشه، عقابش گفته بشه، جریمه‌هاش گفته بشه، اینا خیلی بازدارنده است. و از اون ور اگه تکالیف گفته بشه طرف خیلی رعایت میکنه. خیلی از مسائل رو انسان بر اساس معیارها و تکالیف رعایت میکنه، به خصوص جایی که احساس کنه شاهد ناظر جدی بر اون قضیه وجود داره. مثلا مغازه‌های میگه دوربین میگه هست، حواستو جمع کنی. لذا در تکالیف حالا من چند بخش تقسیم میکنم. یه چیز تکالیف عام هست،
یک سری تکالیف خاص هست. یعنی چی؟ حالا عام نه این که بگیم حالا وظایف عامه بگیم خب همه باید انجام بدن، وظایف خاص تو انسان منتظر. نه، انسان منتظر همه رو باید انجام بده. اما تو وظایف عام یه چیزایی مثل شناخت به امام زمان علیه السلام، خب این همه باید بریم سراغش. یه موقع نه، وظایف خاص یعنی من روحانی، من کشاورز، من استاد دانشگاه، من متناسب با اون جایگاه و شغل خودمون یه وظایف خاصی هم تعریف شده است. علاوه بر اون وظایف، علاوه بر اون یه چیزی اضافه تر، یه چیز کلانتر از باز اینا داریم ما. نکن یک سری امور واجبه بر ما، یه سری امور باید ترک کنیم. خب ترک باید بکنیم. یعنی اینو من به عنوان یک مسلمان در هر دوره‌ای که باشم باید انجام بدم. یعنی اینا وظایفی است که به من هست و من باید انجام بدم. مثل این وارد دین نمیشم، میگه اشکال نه، لا اکراه فی الدین. درست. ولی وقتی وارد دین شدی الزاماتی برات هست و اینها رو باید رعایت بکنی. یه وظایفی برات مشخص میکنه، بر اساس او بهت نمره میدن، امتیاز میدن، ارزش یابیتون رو میکنن نسبت به این قضیه. لذا تو فضای عام مهمترین شناخت به امام، معرفت به امام، قبلا خیلی صحبت کردیم پیرامونین. ولی یه روایتی از امام صادق بخونم. حضرت میفرماید امامتون رو خوب بشناسید. شناخت به امامتون باید خیلی دقیق باشه. اذا عرفت لم یضرک تقدم هذا الامر او تأخره. آقای قوامی، خیلی از جامعه منتظر امروزی مثلا میرن دنبال مثلا الان ظهور نزدیکه، ظهور دیره، این مصداق علائم هست نیست. ببینید میگه بابا تو وظایف تو انجام بده، زود شدن و تأخیر افتادن نسبت به امر ظهور حضرت مهدی تأخیر بیفته، جلو بیفته، زود بشه نشه، نسبت به شناخت تو هیچ خللی ایجاد نمیکنه. تو شناخت داشته باش. حالا شاید ظهور 1 سال دیگه باشه یا میخواد 1000 سال دیگه باشه. یعنی این تقدم و تأخری که نسبت به این قضیه هست تو حواستو جمع کن. حتی جالبه امام میفرماید که این دعای معرفت رو میگه از خدا بخوا، این شناخت رو بهت بده، شناخت رو داشته باش. اگه ظهور در زمان عمرت اتفاق افتاد الحمدلله، نشد تو تلاش تو کردی، تو چیزی از دست ندادی، تو امامتو خوب شناختی. لذا اون دعای معرفت که 3 گام داره میگه از خدا بخواد، از خدا طلب کنید که شناخت خودش رو بهت بده، تو مسیر داشته باشه. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. یه گام. گام دوم اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی، این همش از خدا ها، از خدا با طلب کنی اینا. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. یعنی تازه انسان تازه میرسه به اول دین. آره. که عقایدش، احکامش، اخلاقش ببین چقدر منطبق با این قضایا هست. حتی داریم باز دعای دیگه ای از امام صادق داریم، میگه این سخته، به خصوص دوران غیبت. لذا میگه دعای غریق رو خیلی توجه کنید. انسانی که داره غرق در خیلی از مسائل میشه، میگه میخوای نجات پیدا بکنی از خدا بخوای. یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یعنی این نگاه رو انسان داشته باشه که معرفت به امام براش مهمه. چون من یه بار یه بنده خدا تو این کرونا خیلی از دنیا رفتن، عزیزان از دنیا رفتن، خدا همه رو رحمت کنه انشالله. ایشون کرونا گرفته بود، بعد به خاطر همین تنفسش یا غذا دادن برای این حلقومش رو یه مقداری لوله گذاشته بودن، غذا از اینجا و داروها از اینجا میذاشتن. بعدشون مرحوم شد تقریبا شب فکر میکنم 5م 6م بود. من ایشونو در خواب دیده بودم و نگران بود. ایشون کسی بود که خیلی مؤمن، متدین، شخصیت بزرگوار. بعد گفت میدونی من نگرانیم چیه؟ گفتم چیه؟ چرا ناراحتی و دنیا؟ گفت به خاطر اینکه شهادت اینو لحظات آخر نگفتم. عجب. گفتم تو با عمل خودت نشون دادی که آدم خدا محور و امام محوری. یعنی فقط اینجور نبود که تو، بعضی دارن میگن لال از دنیا نری. بعضیا واقعا یعنی این فضای ایجاد میشه براشون، نگرانی براشون ایجاد میشه. حالا من نمیخوام استدلال به خواب و اینها بکنم، میخوام بگم فضای معرفت به امام خیلی مهمه. انسان در عمل انجام بدهد، در عمل نشون بده که چقدر امامو میشناسه. خب شهادت اینو گفته یا نگفته؟ دقت کردید؟ یا اون لحظات آخر اون اذکار رو گفته یا نگفته؟ تو در عمل باید اینها رو نشون بدی. من یادمه در تو مقتل بعضی از یاران امام حسین وقتی که نشون توضیح داده میشه، چون شما از امام حسین در ابتدا فرمودید،
واقعا این دلهای انسان روشن میشه. یعنی واقعا ان الحسین مصباح الهدی، واقعا همینطور. هر که سوار اون کشتی بشه انشالله نجات پیدا میکنه. مثلا بعضی میگن سایه به سایه امام حسین میرفتن. امام حسین میگفت نیایید، گفت ما نگران شما هستیم. آخه ببینید حتی مثلا خب خیلی تصورش هم امروزه برای ما بنده خودم میگم خدای نکرد جسارت به بیننده های بزرگوارتون نشه. بابا طرف میدونه که اگه جلوی این تیر بیسته کشته میشه، برای فدا کردن خودشو در مقابل امام نماز بخونه جلو وای میسته. خیلی واقعا یعنی شما تو جنگم تو خاطرات این شهدا هست، یعنی نشون میده که این مدله ها همه دوران میتونه باشه. هست جان فدا طرف مثلا تو لقبی که فکه به شهید سلیمانی دادن. مثلا تو فکه طرف رو سیم خاردار ایستاد به ستون گفت از رو من رد بشید. یا طرف وقتی که دید گره خورده گروه تخریب که بود خودشو انداخته که راه معبر باز بشه. یعنی فدایی شدن نسبت به این قضایا. لذا اینجا هم همینه، فدایی شدن ما رو کسانی است که یعنی انقدر خوب بشناسه امام خودشو، امام شاهد ناظر بر رفتار و اعمال خودش ببینه و این وظیفه خیلی مهمی است. خیلی ممنونم. حالا راجع به این شناخته نسبت به امام زمان نکته به نظر اومده ما یه فاصله بگیریم، در خدمت شما هستم. یه عرض ادبی داشته باشیم محضر امام زمانمون، انشاءالله که مشمول دعای خیرشون و نگاه پرمهرشون هم باشیم، از ما راضی باشن بابت این مباحث و لبخند رضایتی روی لبانشون بنشینه. دنیا آخرت برای ما بسته. عرض ادبی بکنیم و برگردیم. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اولین مورد از مواردی که درباره تکلیف منتظران هست، تکلیف عام منتظران رو فرمودن شناخت امام زمان. اون چیزی که به ذهن اومد این بود که حالا شما با نگاه به ادعیه دارید عمدتاً میفرمایید، اما به نظرم بزرگترین نهیب و تلنگر رو درباره شناخت امام زمان شخص شخیص اول اسلام حضرت رسول خودشون این تلنگر رو زدن، اونجا که فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه ای مات میتة جاهلیه. خیلی حرف گنده‌ایه، خیلی حرف بزرگیه و نسبت بهش غافل. هر کسی بمیره امام زمانشو نشناسه اصلا به مرگ جاهلی است. همینطوره. برای همین ناکو گفتیم که امام صادق یه راهبرد مثل طلب کردن از خدا رو مطرح میکنه. واقعا سخته. مثلا در زمان امیرالمؤمنین بعضیا بودن اومدن از زهرا مرضیه دفاع کردن، مثل زبیر. بله. چی شد بعد خطا کرد، ریزش داشت، یعنی معرفتش عمیق نبود دیگه. سیف الاسلام. یا سلیمان ابن سرد مثلا در مقابل امام حسن ایستاد، یا مذل المؤمنین گفته، بعد پشیمان شد زمان امام حسین، بعد از امام حسین امام یاری نکرد، بعد اومد شهیدم شد. این نقص در معرفت داشته، نقص در. لذا از این مدل ها تو تاریخ داریم، تو دوران فعلی هم داریم. لذا باید برای ثبات قدم و تثبیت اعتقادات خودمون خیلی باید تلاش کنیم. شناخته هم محدود نیست به نظر. نه چون خلیفه خداست و آخرین ذخیره خداست امام زمان دیگه، نقطه کانونی خلقته مثل خود خدا که هر چقدر تو معرفت الهی ما پیش میریم باز جا داره. خود امام زمان یعنی اینجوری نیست که من مثلا به یه پایه‌ای رسیدم میگم خب دیگه حالا دیگه من همه چیو میدونم دیگه نیاز نیست. نه، همیشه باید توی مسیر بود به نظر. همینطوره. بعد نکته دومی که وجود تو وظایف عام محبت به امامه. من عاشق کی میخوام بشم؟ به کی محبت کنم؟ یعنی هر چقدر اون شناخته عمیق‌تر، قوی‌تر باشه، عشق و محبت چی میشه؟ بیشتر میشه. هر چقدر اون لذت و زیبایی اون امام رو من درک بکنم، عشقم نسبت به او چی میشه؟ بیشتر میشه. لذا وظیفه عام بعدی من پایداری در این محبت و معرفته. یعنی من تلاش کنم هر چقدر معرفتم و محبتم به امام بیشتر بشه، قطعا نگاه‌های شیطانی میخواد منو از اینجا چیکار کنه؟ دور کنه. پس باید خودم رو قوی کنم. هر چقدر خودم رو قوی کنم یعنی استقامت خودم رو رشد دادم. در برابر چی؟ در برابر معرفت به امام دارم کسب میکنم. کم نیست. دارم کسب میکنم چی؟ محبت به امام رو، یعنی دل اون رو دارم به دست میارم، عاشق اون دارم میشم. وقتی به سمت عشق به امام برم، ذوب در اون امام که بشم، قطعا پایدارتر میشم. لذا اگر شبهه بیاد میبینم کسی جواب نده، خودم حرکت میکنم. یا اگر امروزه دیدیم دیگه خیلی به امام ما نعوذ بالله میگن اون دجال است. خب من بیام اثبات کنم که اون نیست، اون امام مهربان است.
او داره ان شیعتی و اهلی، از شیعیان و اهل خودش داره دفع بلا میکنه، اینو جا بندازم براش. او در حق من دعا میکنه، من در حق او دعا کنم. او در جامعه میبینید که اصلا شناخته شده نیست، به هر ابزاری من بخوام اینو بشناسونم به بقیه. چرا؟ اگه عاشقش بشم، اگه محبتم به او بیشتر بشه. میبینم یه دفعه مثلا میبینم اوه یه کتابی بر ضد امام زمان نوشته شده، پرتیراژ شده مثلا در یه سال، هست از این موارد. بله. خب میگه عجب این داره یه کار میکنه، چرا کتاب نمی‌نویسی؟ حرکت میکنم. میگم برای اون کسی که من عاشقشم، خوب میشناختم، چنین بلایی داره سرش میاد، پس من این کارو بکنم. گناه دل امام رو به درد میاره. چرا گناه میکنی؟ یعنی میام میدونداری میکنم. گناه نکنید، دل حضرت به درد میاد. چرا این کارو میکنید؟ غفلت میکنید. پرونده اعمالتون امام داره میبینه، امام داره میخونه. از این پایداری در محبت خیلی خوب. رضا انسان میاد تو گام بعدی، وظیفه عام بعدی چیه؟ پرهیزگاری و رعایت قواعد الهی است. یعنی هر چقدر من توحید محور بشم، امام از من راضیه. هر چقدر نگاه توحیدی رو در جامعه حاکم بکنم، یعنی روح حاکم بر تمام شؤونات زندگی من توحید محوری است، امام لذت میبره. چرا؟ چون امامه که راه معرفت به خدا رو برای ما هموار میکنه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اون مقام عبودیت و بندگی راهبر من کیه؟ امامه. امام میخواد من این مسیر رو طی کنم و این مسیر رو برم. لذا چه چیزی من رو این مسیر فاصله میندازه؟ خب همون گناهانی که خدا به من پرهیز داده. لذا باید اینجا رعایت اون قواعد و قوانینی بکنم که خدا از من خواسته. برای همینه میگن امام عین الله هست، اذن الله، باب الله، خلیفت الله، همه چیز خدا روی زمینه. چون میخواد تو رو تو اون مسیر. حتی اصلا اون روایتی که شما از پیامبر خوندید نشون میده شرط اسلام واقعی چیه؟ شناخت امامه. چه چیزی این شناخت رو از من میگیره؟ گناه میگیره. من این سه موردی که فرمودید یه مثال به ذهنم رسید، فکر کنم همش توش خلاصه شه. بله. این که فرمودید معرفت و عشق و محبت و بعدش گناه نکردن، پرهیز از گناه. ببینید عشق به امام زمان برعکس عشقای دنیایی، قالب عشقای دنیایی. عشقای دنیایی مثلا آدم یه چشم ابرویی میبینه، یه جمالی، یه رخساری، یه چه میدونم صدایی، تیپی، حالا غالبا دیگه اینجوری میبینه، آدم دلش میره، بعد مثلا عاشق میشه. بعد که یه معرفت به تعبیر شما حالا شناخته که بیشتر میشه، کم کم میخوره تو ذوقش. که بابا اونی که من فکر میکردم نبودا. ولی امام زمان نه، هرچی بیشتر میشه باز عشق بیشتر میشه. یعنی معرفت و عشق با هم. خب حالا عشق که بیشتر میشه، مثل همین عشقای دنیایی که اون اوایلش اتفاقی میفته، حواسم هست اون ادکلونی که اون دوست نداره نزنم، اون رنگی که اون دوست نداره نپوشم، اون جوری که اون دوست نداره حرف نزنم، چرا خوشش نمیاد. حالا تو عشق اونجا هم همین، خواه‌ناخواه میشه دوری از گناه. اونجوری که اون دوست نداره من حرف نزنم، اون رفتاری که دوست نداره، این همش جمع میشه. همینطور. لذا اصلا انسان اگه تو این مرحله برسه، تمام هم و غمش اینه که همونجوری که فرمودید ادکلون و اینا رو مثال زدید، چه چیزی اینو خوشحال میکنه؟ اون انجام میگه دستگیری از فقرا. این بحث مهدویت که میگیم اینجوری نیست که من فقط دعا ندبه بخونم یا ابن الحسن بگم، یعنی اعمالی انجام بدهم ولی خدا چی بشه؟ خوشحال بشه. اصلا بار امام رو ورداریم، نه اینکه بار بر امام بشیم خدای ناکرده. دستگیری از فقرا بکنم، دستگیری از مستمندان بکنم. لذا این وظایفی که ما میگیم عامه، یعنی عملا همین. لذا شما تو ویژگی یاران امام زمان میگن فلیعمل بالورع. ببین تو این مرحله رو باید برسی، تقوا داشته باشی، نزدیک گناه نشی. ورع یعنی بالاتر از تقوا، یعنی با تقوا تو نشر بدی تو جامعه. یعنی مثل خودتو باید در جامعه بیشتر کنی. یعنی آدمایی که یار شد، تو یار شد، بله مقام متقی برسی، تقوا ایجاد بشه برات، یعنی تو یار حضرت شدی. اما میگه انتظارم اینه وظیفت فلیعمل بالورع، یعنی در جامعه می عدالت تو، این نگاه تو نشر بده. اگر رسیدی در یه جامعه پر از گناه هست، ناامید نشو، همرنگ اونا هم نشو. همرنگ اونا نشو، یه کاری بکن. میبینه اون جامعه دوچار یک ارزشی شده که فکر میکنه در مسیر درست قرار، خطا داره و درستش کن.
نشین. بعضی موقع مثلا مثل تو سرما که میشینی ها، اینجوری نیست که تو سرما بشینی که حالا کی آفتاب طلوع میکنه من گرم بشم، یا کسی پیدا میشه بیاد به من و مثلا لباس به من بده من گرم. نه، خودت باید یه کاری بکنیم. این بعد جالبه، فلیعمل بالورع و محاسن اخلاق. این محاسن اخلاق چیه؟ یعنی خودتو مزین کن به اون اخلاقی که امام ازت راضی است. بله. لذا اینجا خیلی نکات مهمی است. من تو مسائل اخلاقی و رفتاری باز خیلی جای حرف داره. یک کتابی رو استاد محدثی داره، اخلاق و اوصاف یاران امام زمان علیه السلام، که اونجا دقیقاً مطالبی که یک فرد از نظر مهندسی رفتار خودش باید رعایت بکنه. حالا چیه مگه؟ خیلی چیز سختی نیستش. آقا غیبت نکن، آقا تهمت نزن، آقا مال غیر نخور، آقا تحقیر نکن بقیه رو، آقا توهین نکن به بقیه رو. همون رعایت است. همون رعایت است که من در عمل باید اینا رو انجام بدم. لذا در نگاه عام وقتی میگیم پرهیز و رعایت دستورات و قواعد الهی انجام بدیم، کارهایی که امام انجام میدهد و دوست داره انجام بده ما انجام بدیم. بعد بعضی موقع تو عمل و رفتار انسان باید ببینه این کارش مثلا امام چقدر میپسنده، چقدر امتیاز میده. بعضی های قوامی کار خوب میکنن اما کار خوب نمیدن. یعنی تو یک کار خوبی که انجام میدی سنگ تمام بذار. یعنی اگر مثلا دستگیری از فقرا میخوای انجام بدی، دیگه حواست جمع باشه، توش ریا نباشه. یعنی این کده این خراب بش میکنه. یا اگر مثلا میخوای نسبت به خوشرفتاری و مسائل احترام به بقیه کنی، اینجور نباشه مثلا 2 تا 3 تا رو احترام کردی بقیه رو تحقیر کنین. این خنثی میکنه هم دیگه رو. اینا اون نگاه‌های وظایف عامی است که طرف باید انجام بده. مهمترینشون قله‌اش همون معرفتی است که خیلی گفتگو کردیم. دوم اون محبته هست. سوم اون فعالیتی است که باید انجام بده. یعنی من با مدل فعالیت خودم دارم حمایت خودم رو از امام نشون میدم. اصلا پرچمو بردم بالا. من این هستم. این نمادهایی که از پرچم کشورها داره چیه؟ میگه ما اینیم. بعد میگه چرا این رنگی هستی؟ میگه به خاطر این. منم همینطوره، پرچم خودم رو بالا و من انسان منتظر هستم. من انسان منتظر کی هستم؟ منتظر امام زمان علیه السلام هستم. لذا بعضی موقع نسبت به خود امام زمان علیه السلام طرف تلاش نمیکنه. حالا اینا تو بعد آسیب ها اگه عمری باقی باشه خدمتتون خواهیم گفت که مثلا به جای اینکه بیاد برای خود امام، برای علائم ظهور امام تلاش میکنه. یعنی منتظر علامت میشه. حالا اون نمیخوایم اون رو نادیده بگیریم، ولی این تلاش و کوشش رو برای امام انجام بده. اون قله رو ببین. قله رو که ببینی امیدت زیاد میشه، تلاشت بیشتر میشه، حرکتت بیشتر میشه. و اون نکته که عرض کردم بالورع، یعنی بقیه جامعه رو هم میتونه با خود همسو بکنی. مثل فضای میمونه تو محیط کتابخونه طرف نشسته است، درس نمیخونه، مطالعه نمیکنه، بقیه یعنی اونایی میکشوننش به سمت مطالعه. لذا معرفت و محبت و حمایت، یعنی کار کنیم، تلاش کنیم، اینا وظایف عامی است که توی این مسیر باید انجام بدیم. خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم. دست شما درد نکنه. اجرتون با حضرت صاحب ان شاء الله. امری نیست. نه ارزی نداریم. ان شاء الله که بتونیم وظایفی که به عهده ما هست به نفع احسن برای حجت خدا انجام بدیم. سنگ تمام بذاریم. الهی آمین. ان شاء الله به برکت دعاها و راهنمودهای شما و مثل شما. اگر ما حاضر باشیم او غائب نخواهد بود. اللهم اجل ولیک الفرج یا حق. خداحافظ.